تا حالا شده یه چیزی رو از ته قلبت بخوای اما رسیدن بهش رو غیر ممکن بدونی؟ ازت میخوام اون چیزی که میخوای رو چشماتو ببندی و بهش فکر کنی و حس رسیدن بهش رو با همه قلب تصور کنی. رفیق من، خدا اگه بخواد معجزه ها رو برای تو رقم بزنه به سادگی این کار رو برات انجام میده. مثلا آدمی رو سر راه قرار میده که توی یه لحظه میتونه زندگی رو تغییر بده. راههایی رو به تو نشون میده که به فکر هیچ کس نمیرسه. خدا اگه بخواد دری رو به رود باز کنه هیچ کس نمیتونه اون در رو به رود ببنده. کافیه که به عشق خدا ایمان داشته باشی، به معجزه هایی که خدا میتونه برات رقم بزنه ایمان داشته باشی. دوست من، خدایی که راجع بهش حرف میزنم خدای غیر ممکن هاست. میتونه خیلی چیزها رو که تو فکر میکنی غیر ممکنه توی یه لحظه برات ممکن کنه. فقط کافیه که باورش کنی.